سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با من سامان از چنل سامیوتک. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جذابترین رویدادهای دنیای تکنولوژی، نمایشگاه CES 2025 که هر سال توی لاس وگاس آمریکا برگزار میشه. این نمایشگاه قلب تپنده دنیای فناوریه، جایی که جدیدترین و خفن‌ترین اختراعات و نوآوری‌های دنیا رونمایی میشن. از هوش مصنوعی گجت‌های باحال گرفته تا فناوری‌های پایدار، خودروهای هوشمند و واقعیت مجازی، همه چیز اینجا به بهترین شکل خودش ارائه میشه. شهر لاس وگاس با هتل‌های لوکس و فضای پرشور خودش بهترین جا برای میزبانی این نمایشگاهه. این نمایشگاه تو مرکز همایشگاه لاس وگاس و چند تا جای دیگه مثل ونیشن اکسپو برگزار میشه و کلی غرفه شگفت انگیز تو این سالن‌ها برای نشون دادن جدیدترین فناوری‌های روز دنیا برپا میشه. اگه شما هم میخواید با آینده تکنولوژی آشنا بشید و بفهمید امسال چه ترندهایی قراره زندگیمون رو تغییر بدن، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. راستی اگه هنوز عضو کانال نشدید سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون هم جا نمونید. خب بریم با هم یه گشت و گذار هیجان انگیز تو قلب دنیای تکنولوژی داشته باشیم. با من همراه باشید. خب دوستان، با توجه به اینکه نمایشگاه CES 2025 تموم شده، الان وقتیه که بهترین های این نمایشگاه بزرگ رو بهتون معرفی کنم. توی چند روز برگزاری نمایشگاه همه چیزایی که انتظارش میرفت و حتی خیلی بیشتر از اون رو دیدیم. از لپتاپ های جذاب و مانیتورهای فوق العاده گرفته تا گجت های گیمینگ پیشرفته. خب بالاخره نمایشگاه CES آمریکاست دیگه. حالا با هم یه نگاه جامع به این نمایشگاه میندازیم و انتخاب های برتر این رویداد بزرگ رو باهاتون به اشتراک میذارم. انتخاب بهترین تلویزیون های نمایشگاه. اول از همه بریم سراغ تلویزیون ها. راستش وقتی این نمایشگاه رو دیدم فکر می‌کردم سامسونگ فریم پرو حتما محبوب ترین تلویزیون ارائه شده باشه. چرا؟ چون همون طراحی شیک سابق رو داره با کیفیت تصویر بهتر. ولی وقتی بیشتر دقت کردم فهمیدم که سامسونگ یک کمی سر قضیه مینی LED اطلاعات ناقصی داده بود. برای همین رفتم دنبال یه تلویزیون که واقعا بتونه توی این رقابت بدرخشه و جوابم شد پاناسونیک Z95B OLED. این تلویزیون با یه ساختار 4 لایه اولد اومده که باعث میشه روشنایی تصویرش توی این بازار رقابتی واقعا خیره کننده باشه. از نظر صدا هم این تلویزیون با توجه به نازک بودنش نگرانتون نمیکنه. یه ساندبار داخلی داره با اسپیکرهای رو به بالا و کناری که واقعا تجربه شبیه به سینما رو توی خونتون به ارمغان میاره. تنها ایرادی که تو این تلویزیون دیدم استفاده از نرم افزار فایر تیوی از آمازونه که پر از تبلیغات و ظاهرش هم زیاد جذاب نیست، ولی وقتی پای تصویر و صدا وسط باشه این تلویزیون بی‌رقیبه. بهترین عینک هوشمند راکیت اسمارت گلاس. عینک هوشمند راکیت در CES 2025 به خاطر طراحی شیک و امکانات کاربردیش درخشید. این عینک ترکیبی از ظاهر شبیه به عینک‌های کلاسیک مثل ریبن و تکنولوژی‌های هوشمند و مدرنه. ویژگی‌هایی مثل ترجمه زنده مکالمات که فقط خودتون می‌بینید، نمایش متن پرزنتیشن برای جلسات و قابلیت عکاسی و فیلمبرداری با تنظیم دقیق فریم اون رو به یه ابزار کاربردی برای زندگی روزمره‌تون تبدیل می‌کنه. نمایشگر کوچیکی که داخل این عینک کار گذاشتن ظاهر مینیمال و ساده‌ای بهش داده و همین موضوع باعث میشه از عینک‌های هوشمند حجیم و نامناسب دیگه متفاوت باشه. این عینک با طراحی سبک و راحتش برای سفر، جلسات کاری و یا حتی کارهای روزمره مثل عکاسی و ترجمه یه انتخاب عالیه. بهترین تکنولوژی زیبایی لورئال بایوپرینت. لورئال امسال با دستگاه بایوپرینت توی CES 2025 نوآوری واقعی رو به نمایش گذاشت. این دستگاه برای کلینیک‌های پوستی طراحی شده و به شما امکان میده با استفاده از نمونه برداری دقیق از پوستتون وضعیت بیولوژیکی اون رو بررسی کنید. ابتدا نمونه‌ای از پوستتون گرفته میشه و پروتئین‌های اون تجزیه و تحلیل میشن. سپس نتایج در قالب گزارشی ارائه میشه که نشون میده سن بیولوژیکی پوستتون با سن واقعیتون چقدره. همچنین وضعیت عواملی مثل چین و چروک، منافذ و عملکرد پوستیتون رو هم ارزیابی میکنه. این اطلاعات کمک میکنه تا بفهمید واقعا پوستتون به چه محصولاتی نیاز داره و از خرید محصولات غیر ضروری جلوگیری کنید. بهترین تکنولوژی صنعتی زیمنس و آینده هوشمند صنایع. زیمنس امسال در CES 2025 با تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مثل هوش مصنوعی صنعتی، دیجیتال توین و اتوماسیون تعریف شده با نرم افزار آینده صنایع رو به نمایش گذاشت. این ابزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنن که دنیای واقعی و دیجیتال رو به هم پیوند بدن. با استفاده از دیجیتال توین کسب و کارها میتونن محصولات و فرآیندهاشون رو به صورت مجازی طراحی و آزمایش کنن و بعد بدون نیاز به تغییرات پرهزینه در دنیای واقعی پیاده سازی کنن. این تکنولوژی‌ها نشون دادن که زیمنس نه تنها به فکر نوآوریه بلکه هدفش ارائه راه‌حل‌های عملی برای حل مشکلات واقعی در صنایع مختلفه. بهترین لپتاپ لنوو تینکبوک پلاس جنریشن 6. از نمایشگاه CES همیشه انتظار داریم محصولات خلاقانه ببینیم و امسال لنوو با معرفی تینکبوک پلاس جنریشن 6 نشون داد که آینده طراحی لپتاپ‌ها چقدر میتونه جذاب و متفاوت باشه.
این لپتاپ در حالت عادی یه نمایشگر 14 اینچی داره، ولی وقتی دکمه مخصوصش رو فشار بدید صفحه نمایشش رول میشه و به یه نمایشگر بلند 16.7 اینچی تبدیل میشه. این ویژگی مخصوصا برای کسایی که عاشق مالتی تاسکینگ بودن مانیتورشون هستن فوق العاده است. تصور کنید توی کافه داری کار میکنی و فضای بیشتری برای پروژه‌ات میخوای. فقط کافیه یه دکمه رو بزنید و لپتاپتون بزرگتر بشه. اما داستان فقط به طراحی ختم نمیشه. این لپتاپ برای کارهای جدی تجاری هم عالیه. از سخت افزار قوی گرفته تا امکانات مدرن مثل پشتیبانی از قلم دیجیتال و نرم افزار بهینه شده برای کسب و کار. با این حال قیمت $3500 یه مقدار زیاد بالاست. ولی اگه بخواید به روزترین تکنولوژی رو تجربه کنید شاید این هزینه براتون منطقی باشه. ولی با این همه لنوو سینکبوک پلاس جنریشن 6 یکی از محصولات جالب و آینده‌نگر امسال بود. بهترین خودرو هوندا زیرو سالن و زیرو SUV. بریم سراغ خودروها. این بخش از CES امسال شاید یکم خلوت‌تر از سالهای قبل بود، ولی هوندا با معرفی مدل‌های زیرو سالن و زیرو SUV همه چیز رو تغییر داد. این دو مدل در نگاه اول ترکیبی از طراحی‌های کلاسیک دهه 70 و 80 میلادی با تکنولوژی مدرن امروزی هستند. تصور کنید خطوط جسورانه لامبورگینی با کمی از ظرافت طراحی آستون مارتین ترکیب شده باشه. این ماشینا نه تنها از نظر ظاهری جذابند، بلکه از داخل هم مینیمالیست و مدرن طراحی شدن. البته فروش خودروی برقی این روزها به خاطر قیمت بالا و زیرساخت‌های شارژ خیلی داغ نیست، ولی هوندا با این طراحی‌ها نشون داده که میشه تکنولوژی پیشرفته رو با حس نوستالژی ترکیب کرد. ولی به عنوان یه محصول مفهومی توی CES 2025 این دو مدل حسابی جلب توجه کردن. بهترین ربات هوشمند K20 Plus Pro. حالا وقتشه که بریم سراغ دنیای هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند. توی CES امسال یه محصول جذاب به اسم K20 Plus Pro معرفی شد که ایده یه ربات همه کاره برای خونه رو به واقعیت نزدیک‌تر کرده. این ربات یه پلتفرم مدولره، یعنی میتونید وسایل مختلفی بهش وصل کنید و بسته به نیازتون ازش استفاده کنید. مثلا میتونه براتون تصفیه هوا بیاره، خونه رو مانیتور کنه یا حتی با نصب بازوی رباتیک توی کارهای خونه کمکتون کنه. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌هاش اینه که از یه سیستم اتصال پیشرفته استفاده میکنه که هم وسیله‌های مختلف رو روی ربات نصب میکنه و هم اطلاعات و برق رو بهشون انتقال میده. این ربات یه نوآوری واقعی که نشون میده آینده خونه‌های هوشمند چقدر میتونه عملی و قابل دسترس باشه. البته باید دید وقتی به بازار میاد چقدر قابلیت‌های بیشتری بهش اضافه میشه. بهترین گجت خلاقانه فونتوستر. یکی از خلاقانه ترین گجت های CES 2025 فونتوستر بود که ایده نوآورانه برای مدیریت باتری گوشی‌ها ارائه داده بود. این گجت در ظاهر شبیه یه دستگاه ساده است ولی عملکرد هوشمندانه‌ای داره. شما یک کیس باتریدار مخصوص روی گوشیتون میذارید که وقتی خالی میشه داخل فونتوستر قرار میدید. این دستگاه باتری قدیمی رو شارژ میکنه و یه باتری پر جایگزینش میکنه. این فرآیند نه تنها سریع و راحت انجام میشه، بلکه شما رو از دردسر استفاده از کابل‌های شارژ متعدد خلاص میکنه. این گجت بیشتر برای خانواده‌ای طراحی شده که چند نفر از گوشی‌های مختلف استفاده می‌کنن یا برای افرادی که همیشه شارژ گوشیشون تموم میشه. قیمت دستگاه $450 و هر کیس $120 که اونو به یه محصول لوکس تبدیل میکنه. با این حال فونتوستر با ایده پردازی خلاقانه و راه حل کاربردیش تونست به عنوان یکی از جذاب‌ترین گجت‌های امسال مطرح بشه و نشون بده که چطور میشه کارهای ساده مثل شارژ گوشی رو با تکنولوژی مدرن بهبود بخشید. بهترین تکنولوژی گیمینگ سری RTX 50 از انویدیا امسال با معرفی سری جدید کارت‌های گرافیکی RTX 50 در CES 2025 واقعا شگفتی آفرید. پرچمدار این سری RTX 5090 با قیمت حدودی $2000 و 32 گیگابایت حافظه GDDR7 عرضه میشه و میتونه نرخ فریم بازی‌ها رو تا 2 برابر افزایش بده و اینو به لطف تکنولوژی جدید DLSS 4 ارائه میده. DLSS 4 با استفاده از هوش مصنوعی فریم‌های اضافی ایجاد میکنه و بازی‌ها رو روون‌تر میکنه. مدل‌های اقتصادی‌تر مثل 5080 و 5070 هم معرفی شدن که قیمتشون از $549 شروع میشه و قدرت فوق‌العاده ارائه میدن. توی این نمایشگاه دموهای جذاب مثل RTX نورال فیس هم نشون دادن که چطور انویدیا قراره دنیای بازی سازی رو واقع گرایانه‌تر و پیشرفته تر کنه. با وجود قیمت بالا این کارت ها آینده گیمی رو متحول میکنن و گزینه عالی برای گیمرهای حرفه‌ای هستن. بهترین تلویزیون پورتابل LG استندبای می 2 و در نهایت یکی از محصولاتی که توی این نمایشگاه حسابی توجه رو جلب کرد تلویزیون LG استندبای می 2 بود. این تلویزیون پورتابل نسخه جدیدی از مدلیه که قبلا معرفی کرده بودن ولی امسال با بهبودهای زیادی برگشته. کیفیت تصویرش از 1080 به 1440 ارتقا پیدا کرده و حالا وضوح بهتری داره. باتریش هم نیم ساعت بیشتر دوام میاره و به 4 ساعت استفاده مداوم رسیده. ولی چیزی که واقعا این مدل رو خاص میکنه قابلیت جابجا شدنش از پایه است.
یعنی میتونید این تلویزیون رو هر جایی بذارید یا حتی به دیوار آویزونش کنید. از لوازم جانبی جدیدش هم میشه به بند شانه‌ای، پایه‌های مختلف و یک کیف مثل فیلیپ کاور اشاره کرد. درگاه‌های USB-C و HDMI هم بهش اضافه شده که انعطاف پذیر بیشتری بهش میده. مثلا میتونید یه وبکم بهش وصل کنید و ازش برای تماس‌های ویدیویی استفاده کنید. البته این تلویزیون قیمت بالایی داره، ولی برای کسایی که دنبال یه تلویزیون همه کاره هستن یه گزینه خیلی خاص و آینده نگران است. خب دوستان، این بود یه گشت و گذار هیجان انگیز تو دنیای تکنولوژی تو نمایشگاه CES 2025. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کلی اطلاعات جذاب و جدید گرفته باشید. حالا نوبتی هم باشه نوبت شماست. ببینم از این نمایشگاه خوشتون اومد؟ کدوم نوآوری و محصول براتون جالب تر بود؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید که خیلی دوست دارم بدونم شما چی فکر میکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال نشدید سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون جا نمونید. زنگوله رو فعال کنید که یوتیوب بهتون جدیدترین ویدیوهای کانال رو خبر بده. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.